محرومیت از آزادی و برابری است. مبادا آینده خودتان را به دست کسانی بسپارید که جز تاریکی چیزی نمی‌بینند. شما امروز در خیابان‌ها فریاد می‌زنید، اما فردا شاید همان صداها خاموش شوند. زیرا کسانی که قدرت را به نام دین می‌گیرند، تحمل شنیدن هیچ صدایی جز صدای خودشان را ندارند. من به شما هشدار می‌دهم، اگر امروز آزادی خود را آسان از دست بدهید، باز پس گرفتن آن بسیار دشوار خواهد بود. من به خوبی می‌دانم که دین مایه آرامش و ایمان دلهاست، اما وقتی دین تبدیل به ابزار حکومت شود، نه دین باقی میماند و نه آزادی. حکومت مذهبی یعنی یک صدا، یک نگاه، یک راه و هر کس جز آن فکر کند دشمن شمرده خواهد شد. آیا این هم